خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ. با درود و سلام خدمت شما شاگردای عزیز. امیدوارم همگی جور و صحتمند سرحال باشید. شاگردای نهایت گرامی، درس امروز ما شما است موضوع درسی قانون ششم مشتق حاصل تقسیم دو تابع مساویه و مشتق تابع صورت ضرب تابع مخرج منفی مشتق تابع مخرج ضرب تابع صورت بر مربع تابع مخرج. روز قبل دوستای خوب ما مشتق تابع حاصل ضرب خواندیم. تابع حاصل ضرب که بود دوستا اینی تنها صورت بود، این علامه چی بود؟ جمع بود. اما در تابع حاصل تقسیم دو تابع چه قسم است؟ این علامه من فهمیدم و یک مربع تابع مخرج چی شده؟ اضافه شده. ما همین فرمول چگونه ثبوت میکنیم دوستای عزیز که اگر وای مساوی به یو بر وی باشه مشتق از وای زبر مساوی به یو زبر ضرب وی منفی وی زبر ضرب یو بر مربع مخرج، یعنی مشتق تابع صورت ا ضرب در وی خود تابع مخرج منفی مشتق تابع مخرج وی ضرب تابع صورت یو بر مربع تابع چی؟ مخرج. این فرمول حفظ بکنید دوستای خوب. ما همین فرمول چطور ثابت میکنیم که مشتق حاصل تقسیم دو تابع ما این رقم پیدا میکنیم. برای ثبوت دوستا آزمون تغییرات تابع با افزایش تغییرات تابع متحول تغییرات تابع چی پیدا میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. وای جمع دلتا وای مساوی به یو جمع دلتا یو بر وی جمع دلتا وی. باز گرفته میتونیم که دلتا وای مساوی است به یو جمع دلتا یو بر وی جمع دلتا وی، یعنی وای او طرف انتقال میتیم منفی وای. دلتا وای مساوی به یو جمع دلتا یو بر وی جمع دلتا وی منفی قیمت وای از اصل تابع. وای ما چی داریم؟ نه یوی بر چی؟ وی. پس میگیریم یوی بر وی میگیریم. حالا سعی جوانای عزیز بین ریزی دو تا مخرج مشترک میگیریم دلتا وای مساوی به مخرج مشترک ضرب هر دو مخرج میگیریم، یعنی وی ضرب در وی جمع دلتا وی. زمانی که این مخرج تقسیم ریزی مخرج کسر اولی شود وی جمع دلتا یو در وی جمع دلتا یو خلاص تنها میماند وی ضرب در یو جمع دلتا یو منفی وی در وی خلاص تمام میمونه یو جمع دلتا یو، یعنی میمونه که وی یعنی وی همراه وی خلاص میشه تنها یعنی میمونه که همراه از چی میشه؟ ضرب میشه منفی یو ضرب در وی جمع دلتا وی. پس این حاله گرفتم میتونیم جوانای عزیزی ما که ضرب میزنیم دوستای خوب. وی رم در اینجا ضرب میزنیم یو رم در او چی میزنیم؟ ضرب میزنیم. میگیم دلتا وای مساوی به وی ضرب یو میشه یو وی ضرب دلتا یو مثبت وی دلتا یو منفی یو رم در داخل قوس ضرب بزن منفی ضرب مثبت منفی یو ضرب وی منفی ضرب مثبت منفی یو ضرب دلتا وی یو ضرب دلتا وی بر مخرج خودش وی ضرب در وی جمع دلتا وی. دوستای گرامی مثبت یو وی میشه همراه منفی یو وی خلاص. مثبت یو وی همراه منفی یو وی خلاص. تنها اینجا میمونه که دلتا وای مساوی به در صورت مانده وی دلتا یو منفی یو دلتا وی بر مخرج هستند وی ضرب در وی جمع دلتا یو وی ضرب در وی جمع دلتا وی. خب دوستای گرامی اینال اطراف تقسیم دلتا ایکس میکنیم. اطراف تقسیم دلتا ایکس، این اطراف نمیزی رابطه خود تقسیم دلتا ایکس میکنیم. قبلا ما شما این کارا رو میکنیم زیاد فرمولا رو روش چی کردیم؟ ثبوت کردیم. میگیم دلتا وای بر دلتا ایکس مساوی به وی دلتا یو منفی یو دلتا وی بر وی ضرب در وی جمع دلتا وی.
اینی که تقسیم دلتا یک شود در حقیقت یک بر چی؟ دلتا یک. پس همون گپ دوستای عزیز یعنی کل از این مخرج تمام اینمیزی تقسیم چی شد دلتا ایکس یعنی میگیم به شکل یک بر دلتا ایکس. بار دیگه دوستان عزیز تغییر شکل میدیم میگیم دلتا وای بر دلتا ایکس مساوی است به این چه قسم تغییر شکل میدیم میگیم وی دلتا یو منفی یو دلتا وی بر دلتا ایکس میبریم در مخرج صورت قرار میدیم دلتا ایکس بر وی ضرب در وی جمع دلتا وی. پس همین اگه ساده بکنیم دوستان همین شکل به خود اختیار میکنن. خب باز همین گرفته میتونیم که دلتا وای بر دلتا ایکس مساوی از یک از اطراف اینیزی بار دیگه دوستای خوب لیمیت میگیریم. از اطراف اینیزی رابطه میگیم لیمیت میگیریم زمان دلتا ایکس به چی تقرب داشته باشه؟ صفر. پس از این ما میتونیم لیمیت بگیریم. میگیم لیمیت دلتا ایکس به طرف صفر تقرب نماید دلتا وای بر دلتا ایکس مساوی است به لیمیت از لیمیت میگیریم که دلتا ایکس طرف صفر تقرب داشته باشه وی دلتا یو منفی